کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 13 آگوست سال 2024 در دریاهای جمهوری باز دو حالت غرقشوی شهروندان ثبت شده است. بنا به اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده 13 آگوست سال 2024 یک ساکن 15 ساله شهر خوجند ولایت سوغد هنگام آببازی در جای ممنوع در دریای سیر از سبب رعایت نکردن قاعده‌های شناوری غرق شد و جان باخت. نجات دهندگان ریاست حالتهای فوق‌العاده ولایت سوغد بعد دریافت خبر به جای حادثه رسیده با راه‌اندازی کارهای جستجویی جسد نابالغ را الکی بعد نیم ساعت پیدا کرده به مقامات حفظ حقوق سپردند. حادثه دوم در جنوب کشور رخ داد. یک ساکن 34 ساله دهه چشمسار نویه جامی هنگام آببازی در رود وخش غرق شد. جستجوی جسد این مرد تا فرا رسیدن تاریکی در روز 13 آگوست ادامه داشت اما به نتیجه انجام یافت. از صبح 14 آگوست جستجوی جسد غرق شده از سر گرفته شد. کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید اکثر حادثه‌های غرق شدن در آبها به سبب رعایت نکردن قاعده‌های شناوری رخ می‌دهند. کمیته از شهروندان بار دیگر خواست که قاعده‌های بی‌خطری را در ساحل دریاها و هنگام آببازی جداً رعایت کرده جان خود را به خطر ناندازند. در همین حال دسته مخصوص نجات دهندگان وادی زرافشان در فیسبوک خبر داد که روز 11 آگوست سال 2024 تخمینا ساعت‌های 12:40 خبر رسید که در ساحل دریای زرافشان در حدود پنجکند یک جسد پیدا گردیده است. نجات دهندگان به جای حادثه رفته جسد را از آب برآورده به مقامات سپردند. بعداً معلوم شد که مرد غرق شده شهروند مسلمان سروجدینویچ سال تولدش 1987 استقامت کننده دهه سنگستان جماعت دیوت عینی نویه عینی می باشد. مسلمانوف سانه 8 آگوست از خانه برآمده بی‌درک گشته بود و نهایت بعد 3 روز معین شد که او به دریای زرافشان افتاده غرق شده است. سال 2023 در تاجیکستان 160 نفر از جمله 87 کودک و نورس تا سن 16 غرق شده بود. امسال با وجود آنکه موسم آببازی هنوز ادامه دارد درباره غرق شدن قریب 140 نفر در رود و کول و دریاهای تاجیکستان خبرها به دست رسیدند. بیش از نصف این غرق شدگان را کودکان و نورسان تشکیل می‌دهند.